Hello my friend, welcome to this video. در این ویدیو میخوایم با هم دیگه جوش های صورت این بنده خدا رو با هم دیگه پاکیزه کنیم. همینطور که گفتم جوش زدن تو صورت عوامل مختلفی داره و این عوامل به عوامل فیزیکی و وراثتی بستگی داره. شما سعی کنید این عوامل رو رعایت کنید، قطعا صورتتون جوش نمیزنه. من در این ویدیو سعی میکنم تمام نکات مربوط به جوش زدن رو براتون بیان کنم. خود جوش زدن یک فرایندیه که با تجمع چربی‌ها روی صورت در زیر منافذ پوستی صورت میگیره و خب این باعث چیز آزاردهنده است. ریلاکسیشن ما با هم دیگه این صورت رو پاکسازی میکنیم. مصرف آب زیاد به این کمتر جوش زدن خیلی کمک میکنه. سعی کنید که رژیم غذاییتون طوری باشه که از چربی‌های مکرر، کلسترول‌های بالا استفاده نکنید. خود اینا باعث ایجاد چربی و بسته شدن منافذ پوستی صورت میشه و در نهایتش باعث جوش‌های سرسیا میشه. خود فرآیند جوش زدن گفتم پروسه پیچیده‌ایه. سعی کنید که رژیم غذاییتون رو رعایت کنید و محیطی مناسب و بدون از دوری میکروب فراهم. معمولا گفتم عوامل زیاد این جوش‌ها دخالت داره. سوزنی که ما میزنیم به صورت خیلی کاملا بهداشتیه. سعی کنید که همیشه خودتون سعی نکنید که جوش‌هاتون رو خالی کنید، چون وقتی باعث خالی کردن باعث میشه در نهایت باعث اصلا آسیب زدن به پوستتون میشه. سعی کنید به پزشک مورد نظر مراجعه کنید. الان قسمت جوش‌های قسمت گونه و صورت رو میزنیم. ویدیوی قبلی مربوط به قسمت پیشانی بود. خود این خالی کردن جوش یه حس آرامش بخشی داره و لذت بخش. خب ما الان قسمت تقریبا 50% قسمت صورتشو تمیز کردیم. در ادامه همچنان بعضی وقتی پوستا رو خالی میکنیم باعث ایجاد حفره میشه که این خیلی بده، این در دراز مدت میمونه. ولی خب ما با استفاده کرم هایی که بعد این کار میدیم کامل این پاکسازی انجام میشه.